سلام رفقا، اومدم یه موضوع بهتون بگم در مورد یعنی یه دونه ریاکت به ویدیوی 4 سال پیش مستر وانشات و دختر. این دو نفر با هم اولین رفیقای فری فایر بودن و اولین همکاریای کل کامیونیتی رو انجام میدادن داخل یوتیوب. من شاید خودم چنلم جدید باشه، سابسکرایب نداشته باشه یا ویو نداشته باشم، ولی گفتم که بگم نگفتم. من این دو نفر رو از خیلی وقت پیش جز اینکه ویورشون بودم میشناختمشون و حتی ادمینشون هم بودم. این دو دوست نیستش که زمانی که دو رفیق با هم دیگه دشمن میشن، دشمن یه چی بگم، دعواشون میشه، دعوا همیشه هست، بقیه بخوان موش بدن. حالا این ویدیو رو ببین و بدون دو تا رفیق همیشه پردازیم که با هم دعواشون بشه، دوباره با هم دیگه میشن، هیچ رفیقی تا آخر دشمن نمیشه. تا آخر ببین که حتما جای مهم میشه دیده باش. ممنون از تماشا. گفته بودی که بهترین پلیر ایران که به نظر من حضرت وانشات ایرانه و بازیش خیلی خوبه. ویدیویی که تندر راجع به من گذاشته بود چالش بود و اینکه همه میدونن تندر استادم.